سلام، وقتتون بخیر. سلام. افغانستانی هستی؟ بله. از کدوم شهر؟ تخار. خیلی عالی. یه گل به انتخاب خودتون بردارید. گل از طرف بچهای ایرانی هست. انتظار شما هستیم. بابت اتفاقاتی که افتاد عذر می‌خوایم ازتون. امیدوارم یه دلگرمی باشه برای دل عزیزتون. قربان شما، موفق باشید. سلام، وقتتون بخیر. از دوستان افغانستانی هستید؟ بله. برای کدوم شهر؟ اصفهان. دولت نه، از افغانستان کدوم شهر؟ غزنی میشم. خیلی عالی. یه شاخه گل تقدیم شما. خواستیم که توی این شرایطی دلگرمی باشه برای دل عزیز شما. قربان شما، متشکرم. خداحافظ شما. سلام علیکم، وقتتون بخیر. یه گل به انتخاب خودتون بردارید. این گل از طرف بچهای ایرانیه. به خاطر اتفاقاتی که افتاد متاسفیم، شرمنده ایم و اینکه خواستیم ازتون دلجویی کنیم از شما و همه بچهای افغانستان. به خاطر اینکه اینجا غریب هستید و کلی تلاش میکنید برای ما. متشکرم. سلام، وقتتون بخیر. از بچهای افغانستان هستید؟ یه گل به انتخاب خودتون بردارید. خواهش میکنم. این از طرف دوستدارای شما از ایران هست. به خاطر اتفاقای اخیر متاسفیم. خواهش میکنم. امیدوارم که دلگرمایی باشه برای دل عزیز شما. قربان شما، موفق باشید. روزتون خوش. سلام، وقتتون بخیر. این گل برای بچهای افغانستانی از طرف ایرانیای عزیز. یه دونه به انتخاب خودتون بردارید. بله. برای تقدیر و تشکر از شماست به خاطر سختی‌هایی که تحمل کردید، به خاطر اتفاقاتی که افتاد، به خاطر تلاشایی که میکنید. ممنونیم ازتون. اینا باشه به عنوان دلگرمی از طرف بچهای ایرانی. متشکرم. خواهش میکنم. خداحافظ. سلام علیکم، وقتتون بخیر. از بچهای افغانستان هستید؟ کدوم شهر؟ باندو. خیلی هم عالی. یه گل به انتخاب خودتون بردارید. تقدیم شما به خاطر سختی‌هایی که توی این مدت تحمل کردید، به خاطر اتفاقای اخیر، به خاطر اینکه خیلی سختی کشیدید، به خاطر اینکه غربت زندگی میکنید. خواستیم که دلگرمی برای شما باشه. قربان شما. خداحافظ. سلام، وقتتون بخیر. از دوستان افغانستانی هستید؟ بله. برای کدوم شهری؟ برای غزنی. خیلی عالی. یه گل به انتخاب خودتون بردارید. خواهش میکنم. این گل از طرف بچهای ایرانی است. ما دوستدار شما هستیم. خواستیم که دلگرمی کوچیکی باشه برای دل عزیز شما. قربان شما، موفق باشید. سلام، وقتتون بخیر. از دوستان افغانستانی هستید؟ بله. برای کدوم شهرید؟ برای همینجا دولت آباد بخوره. نه، قبل از این. آره، بامیان. خیلی هم عالی. یه گل به انتخاب خودتون بردارید. تشکر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. این گل برای دلگرمی است از طرف بچهای ایرانی. دوستدار شما هستیم. موفق و مؤید باشید. خداحافظ شما. سلام، وقتتون بخیر. سلام. از دوستان افغانستانی هستید؟ بله. برای کدوم شهرید؟ اصفهان. نه. افغانستان؟ بله. هرات. خیلی عالی. یه گل تقدیم شما. این از طرف دوستدارای شما از سمت بچهای ایران هستش. خواستیم که دلگرمی کوچیکی باشه توی این شرایط. قربان شما، متشکرم. روزتون خوش. قربان شما. سلام، وقتتون بخیر. ایرانی هستم. موفق و مؤید باشید. امیدوارم که کوچیکی باشه توی این شرایط که داره بهتون. قربان شما. مرسی. روزتون خوش.